قضیه اینه که آقا این بمیر، این هایل خودش خوبه. خب بعد ببین پنش چقدر کلفته اینقدر. نه کنترل زد نکن، همین هایلایتر این همینجوری F11 بعد این اینجا. خب هر کسی که هستی واقعا خوش اومدی، من مفتخرم که تشریف آوردی، دمت گرم، افتخار دادی و این داستان ها. من این مقدار زمان وقتم حروم شد، این منم. This is fucking me. یک آقای مستر سندمن در اسپایدرمن 3 کارگردانی سام ریمی و یه پرچم همینجوری کشوری گذاشتم اینجا با این پرچم دیگه، هر جایی میتونه باشه و این منم به هر دلیلی یه شباهتی هست. من جناب ها با موبایلم به اینترنت وصلم چون که وای فای نداره خونه. خب به این همراه اول پوفیوز وصل، خب اینم به خدا وصل و نتو هات اسپات میکنم که بیاد سمت لپتاپ. یه دونه ویتوره اینجا هست، گوشی هم اندرویدیه، یه دونه اینستنس ویتوره اینجا که روی این میتونم یه گویی بخورم و با پراکسی یه مسیر الهی اینجوری بذار مثلا کانکشن های مهیا رو، یه دونه مثلا قواعد کوچولویی برای خودم بذارم، کانکشن مهیا رو مثلا دات دش why the fuck not، بعد اینجوری میذاریم این به اینجا. ساکسشو می نویسم، ساکسشو نمیشه اینجوری نوشت و اینجوری بود دیگه املاش I guess 5 که بیاد این داخل. این یه دونه راه الهیه. خب این داخل یه دونه کانتینر ویدروید هست همینطور که اینجا میبینید که روی این اندروید نصبه، همینطور که توی لوگوش معلومه. یعنی در حقیقت طریق چیزهای کارهای کانتینری، جادوهای کانتینری، این اندروید و اپای اندروید APK های، ولی خب باید x86 باشه قسمت های کامپایل شدهش و باینری ها و الفاش، اینو آبجکت هاش کلن اینجا اندرویدی ها رو نصب میکنی که یه دونه ویتوره اینجا نصبه که رو میکن برون ور. مرسی یه ویتوره این ور نصبه که این ویتوره سیل اف اپرووال این که مستقیم با بلک فاکینگ ماجیک به یوتیوب وصل میشه رو داره که این هم هست دیگه. سیم همینجوری یه دونه ساکس دوباره میکشیم، چرا که نه، اسمش هم نمی نویسیم، یه دونه اینجوری از این ساکس 2 شاخه اینجوری هست اینجوری که میتونه وصل بشه و یه دونه هم هفتان هست که این مدل 2 شاخش فرق داره، اینجوری که مثلا پورت سریال باحال اینجوری اینجوری سریال پارالل ریدم، پیر شدم. پارالل رو رنگی هن، رنگاش هم میتونم ترکیب کنم. واقعا اینجا دنیای منه و هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم. خب چند تا برنامه کوچولوی خوشحال میکشیم اونجا که پیش دوستاشون باشن. هفتانم که یه دونه نتورک میسازه که با فاکینگ چند تا آی پی تیبل تغییر دادن کل سیستم رو تونل کنی. این وسط اصل قضیه کلش اینه که من این OBS رو پدر سگو باید وصل کنم به اینترنت از طریق این سیل اف اپروواله توی این بازار شام. خب و این وسط یکی از ماجراها اینه که اینجوری داکر اینجوری با دست‌های عصبانیش آبی نشد، میشه من یه لحظه اینو سوپر دیک کنم very thick. خب چش قشنگا همه بابراس، او گاد بلس بابراس، واقعا خدا بیامرز، واقعا مرد امامتی بود. هر کسی اومد و رفت و هر داستانی هست خوش اومدید.
این پدر سگ اینجوری دستش اینجوری دراز کرده، اینجوری دستشه، اینجوری 2 تا انگشت گرفته. چطور میگیرن اینو؟ آها اینجوری میگیرن. خراب شد از اول. اینجوری دستش دراز کرده، این دستشه، این انگشتاشه که میخواد چیکار کنه؟ پدر سگ کسکش. او نو این چیه؟ دستش زیاد جلو آورده. خراب شد. نه نمیخوام. این دوباره اینجا میاد، دستش اینجا، این انگشت، اینم انگشت. انگشتاشو بعد از این بکشم که پرسپکتیو و زیبافه رعایت بشه. آفرین، زد ایندکس رو رعایت کن به بیان درست. این یک چیزش، اینم یک چیزش، این میاد به هم وصل میشه. او نو، این میخواد با قیچی اینو قطع کنه. فاک عجب داکر بدیه. و آی پی تیبل هام رو دست میزنه و باعث میشه که اینو با قیچی داشت قطع نمیکرد. خیلی چیز بدتری رو داشت قطع میکرد. داشت اینو با قیچی قطع میکرد. اینم کلن یه جا به این وصله. با رنگام به هم میخواد. اونم اوکیش میکنم الان. الان همه چیز راه میندازه. اینو میارم این و اینو جا به جا کنم. مثلا بیارمش اینجا اینجوری. میتونم بچرخونمت؟ آره میتونم بچرخونم، یادم. به این شکل من یکم کش. اصلا کش نمیاد. اینجوری کشش میاریم، اینجوری میچرخونیمش، کم کوچیکترش میکنیم. اینجا اومد قطع کنه همه این داستان ها رو و یه سری چیزها باید تغییر کنن در این مپ. نه عقب برو. مداد این پاک، دست داکر، F11 ای داکر. اینجا دستش اومده اینجا. اینا یواشکی از این ور وصل میکنیم به این و بلک ماجیک اینم به این همو وصله و این داکر میخواد اینو قطع کنه. بعد این قطع که بشه، من اینو در وهله اول به این وصل کرده بودم که به این وصله و اینو قطع کرد و من باید پیدا میکردم تو این مسیر که کدوم یکی از این پدر سگا قطع شده و به خاطر اینکه این داخل وی پی اینه و اون داخل هم یه مقدار به هم میریزه آی پی و داستانها رو، اونم یه داستانیه و یه مشکل جدیتر خود این سیله است. خب که این فاکینگ بلک ماجیک، حواستون هست ملت؟ بلک ماجیک بود. این یعنی چیز خوبی نیست. چرا؟ به شکل عجیبی با پراکسی و این داستانها بگیر نگیر داره. مثلا پراکسی سیستم رو ست میکنم کار نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی این قرمز، این دشتات، این اینجوری قطعه. نمیتونستم بذارم روی گنوم چون که یه راه سبز وجود داره و اصلی ترین راه از گنوم به این کروم. خب ولی بای دیفالت کروم از این برمیداره مگر این که این باشه و من پلنم در وهله اول این بود که این هفتان قرمز کنیم معلوم باشه. این هفتانه به این وصل، به این وصل، اینم اینجا، این به این وصله. در نتیجه میتونم اینو با این پروپوزال رو صورتی میکشیم. این اگه یا اول فصل باید مداد بود. این اگه اینجوری میشد صورتی، این میتونست به این وصل بشه که البته به اینم نتازه، به این وصل بشه ولی نشد با اینکه شدنیه ها، ولی شد. حالا یعنی اسپویلر الرت، این اتفاق افتاد. خب یک مشکلی این داره. خب
اینه که به پایین ببینم بلک ماجیک این اگر یوتیوب اینه و اشتباه زدم اونو اینه نمیتونم بکشم و کره زمین اینترنتی این باشه، اینترنت دنیای آزاد. خب و اگه این یه چیز این شکلیه somehow اوکی این چی میتونه باشه؟ آها، این یه کره زمین زیرشه که به گا رفته و این مولانته. اوکی، چرا که این به این تیک، این به این البته سبز، این به این هم آب، وی اویوسلی تیک، اما این به این قطعه. در نتیجه این که اینجا باشه کرومم میپره. خب در نتیجه وای چه فرضیات مزخرف نیازه، این فقط باید به OBS وصل باشه و کرومم یا نباید به این وصل باشه. در نتیجه آیتم وصل کردن این به این کلن قدغن میشه، مگه اینکه کروممو از این طریق به اون وصل کنم که تو این راه پاکشو این یه کار خیلی سخته و قطعا یه سیم قطع میشه این وسط و فاک چه گوهی خوردم نهایتا من. فاک این وضعیت پسر اومدم با خودم گفتم که آقا یه نکته دیگه هم هست، اینه که این گوشیمم نمیخوام سیلو اپرووال بگیره چون ملانت میشه و گوشیم باید به ویتوره معمولی وصل باشه. این کانتینره یه دونه ویتوره یوتیوب پسند بده به من که بدم به این. بعد اینا نهایتا چی شد؟ نهایی و اصلا یه چیز بکشم که معلوم باشه، داستان کثیف کسشه رو من تموم کنم. I'm so fucking exhausted برای هیچی. At least I tried to some fun ازش در بیارم و رنگی کنم. آره چشمای قشنگتون خوبه. You should bring up a وایس بعد یه PF Sense بالا بیاری با این وضعیت. مثلا چیه؟ من بی سوادم واقعا. What the fuck open source fire most trusted open source فری فعلا. وای این چیزای کسچره که مختاری بهت پیشنهاد میده زندگیت رو تغییر میده واقعا. شات تو مای بای مختاری دمت کرد. اینو من یه جا چک خواهم کرد حداقل، یعنی شده for the love of geeking out اینو چکش میکنم. مرسی ازت. نهایتا اتفاقی که افتاد بذارنم چه رنگی خیلی تابلو هم چه رنگی خیلی واضحه. آبی بکشم چون رنگ آسمونه قشنگه خوبه و این طول این پن وریت بکشم زدیم. نهایتا long story short برای اینه که من اینم آبی تو عوض نکن آبی این آبی که دوست داشتم من اینم. نهایتا اومدم اینو که راه انداختم پراکسیش رو مستقیم با پراکسی چینز NS وصل شد به اون. این تیک و سبز تیک اونورم
فاکینگ این وصله، بعد این به این وصله، این از این طریق با آبی کانکشنی این به این وصل شد، در نتیجه اینم به این وصل شد و این الان تیک. بعد دیگه چی میگیریم؟ جاهای دیگه که سیستم پراکسی استفاده میکنن تیک میشه. بعدش اینم دستشو قطع کردیم، اینجوری خون اومد، مرد چشش بکش، مرد. fuck you داکر. و اینجوری شد دیگه. الان براوزرم وصل شد، هم OBS هم وصل شد به اون سیل اف اپرووال بلک ماجیک و هم این ور اوکی هم اون ور اوکی. بعد اصلا یک دیتیل خیلی مهمی که مثلا 20 دقیقه نیم ساعت وقت من رو گرفت این بود که این حرومزاده پورت ورودی این که نتورک دیوایس انتخاب کنی، یعنی نتورک آداپتر لینک انتخاب کنی رو داره. خب که اینجاشه، ببینید دروغ نمیگم ملت، ببینید اینجا ادوانس، ببین میاد اینجا زده بایند تو آی پی و نتورکش رو میتونی بایند کنی با آی پی و مثلا با این نتورک خاصی کلا امامت کنی، دیفالت روت بشه. و با اونم میتونستم بندازم روی هفتان، ولی نمیدونم چرا کار نمیکرد و اونم کلی وقتمو گرفت. و این بود داستان امشب من که قرار بود برای اینه که اس رو بالا بیارم، نئوویمی و کلنگدی که داک تیپ کردم با هم رو، که PS2 dev environment هم به خاطر اینکه این به این نیاز داره، به ورژن 1 PS2 dev نیاز داره SMS و من فورکش کردم، این باید رو داکر باشه که ورژن منیجمنت LSP باید به ای وصل بشه، هم برای اینجا بولت پوینت LSP چی بنویسم، فانک و like جی دی کردن یا بعضی ها جی آر دی میکنن. بپرم توی سورس کتابخونه‌ای که اون تو هن و دستم بهشون نمیرسه و کلنگدی باید منو برسونه اونجا و رفرنس بده و قرار بود امشب این کارو بکنم ولی بجاش نقاشی کردم. آره پسر، you're welcome پسر اشاقت. امیدوارم که از دلغکی های من لذت برده باشید. تمام 2 نفری که دارید نگاه میکنید شبتون بخیر. امامت، صمیمیت، رفاقت، خواهر مادر، همه اینا رو گاییدم من. 3 نفر شد. الان دارن میان. اینو من کلیپش میخوام بکنم، واقعا خیلی خوشگل بود نقاشی راجع. قربونت بشم واقعا. ببین یعنی استریمش هست، میتونی بری عقب ببینی که اصلا برای لوگوی OBS من خیلی زحمت کشیدم، خیلی لوگوش سخت بود، یا لوگوی کروم یا حتی همه هرچی نقاشی بلد. من نقاشی خیلی بده، مثلا همراه اول این شکلی کشیدم اپراتور رو، ولی خوبه دیگه، خوش گذشت. نکته اینه که خوش گذشت. و لایک از اون طرف هم نکته مثبت دیگر، ستاپ هم الان واقعا بولت پروف شده و فول پروف شده و دیگه بدون دردسر یه دونه پراکسی چین میزنم برای OBS. کالر اکورت میکشم قربونت برم. OBS رو با پراکسی چینز وصل میکنم به اون ویتوره سیلو و اپرووال بلک ماجیک داره داخل
ویدروید که اون بهش وصل باشه. توی یه غلطی هم باید بکنم، اینی که گفتی چیز اکچولی ممکنه واقعا جدی به دردم بخوره، اون پی اف سنس اشتباه نگم، سر این که این داکره که اینو قطع میکنه چی بهش میگن، پریزیستنس نیست چینجش کامندی که الان فقط توف زدم که کار کنه و حالا ببینم اون یکی قابلیت ها چطوره. کلا یه چکی میکنیم دیگه، خوبه دیگه، بیکارم. آره جون عمم. و یه ذره هم نوین باز میکنم. بعد تازه یه داستان دیگه هم هست که اصلا اون نیومد، مثلا توی این خب اینجوری بود که آپلود این شکلی نه، فیلو بزنم سریع بکشم که اینجوری بود که آپلود، بعد اینم چون فیلو اینجا نیاز دارم، بعد اینجوری این کار میکنم باهاش، اینجوری پهن میکشم، این خیلی پهن‌تر، ولی اینجا خود اصل جنسیه که میخواستم بکشم. اینم اینجوری بود که آپلودش این، بعد الان چقدره؟ 1500. تو حدود چقدر بود؟ 2-3 تا بود، 2 الی 3 کی بیت، ولی با H 264 ماجیک تبدیل شد به الان 1500 تا، تقریبا نصف شد مصرف پهنای باندمم. باشن یه دونه چیز داره، اینو دیگه خاموش بود انجام دادم، ولی تیون داره که استیل ایمیج میذاری و خیلی حال کردم با این و دمتون گرم. اینم در پس زمین اصلا 10 دقیقه از این کارهای اینجام این بود، اینو آپتیمایز شد به کمک امو، اینم کردیت فر کردیتیز دو آقای اینجوری کلادیان. یه دونم توهم خیلی بد وسط کار زد ولی میبخشمش چون بخشش از منه پسر در مقابل یک AI.